یک چی داشت همین روز ناراحت شدم که اسماعیلی را زن دادنی بوده. در فکر همی بوده که اسماعیلی را آباد کنم، یک نوسک ببینم، نصیبش نکرد. به همین خاطر جوانو بر وقت زن بگیریم. 19 سالگی 18 سالگی در صاحب زن شیم. 40 ساله میشه بچه دیگه نگهبانت میشوه. میره در روسیه میگردین، در کجایی میگردین، مادر زنگ میزنه بیا این زنت بتو مالی میگیرم، بیا زن میگیری مالی میگیرم. خدا رحمتی پدر من میگفت که بچه با عقل، بچه خانه پاک 20 سالگیش در خانه دار میشه. همه خوشی زندگی و پدر و مادر میزیبه. وقتی که بچت میاد مومه میگه انسان چقدر خوشحال میشه. وقتی اون نمسش آوش میکنه و همین خاطر نیت خیر داشت. خدا رحمتش کنه. انشاءالله پروردگار دعا کنیم اسماعیلی را یورا خانه دار کنن و بچه ها شوند سر گوری منزل پر مومه شما برای من دعا کنه.